کارفرما بهم پیام داد که یه سری از محصولاتمون مجددا قیمتاشون توی نتایج سرپ یا هم سرپ نمایش داده نمیشه. سلام، من هادی خضرپور هستم و توی این ویدیو میخوام راجع به نمایش قیمت محصولات توی سرپ زیر دیسکریپشن رو بهتون آموزش بدم. و من اومدم گوشی سامسونگ A35 رو توی گوگل سرچ کردم. میبینید که 4 تا نتیجه بالایی، 2 تاشون قیمت ندارن اینجا و 2 تاشون قیمت دارن. تروب قیمت داره، زومیت هم قیمت داره، ولی دیجیکالا و تکنولایف قیمت ندارن. حالا من اومدم تک تک این صفحات رو باز کردم. این صفحه محصول دیجیکالا است، بعد این زومیت، این تروبه و این تکنولایفه. تقریبا همشون یه ساختار مشابه دارن، همشون یه سری فروشنده دارن که قیمت‌های مختلفی رو برای اون محصول گذاشتن. اما چرا برای این دوتا نمایش نمیده ولی برای این دوتا اون قیمت این قسمت پایین نمایش داده میشه؟ خب برای اون سایت خودمون که این مشکل رو داشتیم، برای یه سری از محصولات نمایش داده میشد، محصولات متغیری که داشتیم این اسکیما براشون نمایش داده میشد، ولی برای محصولات سادهمون این مشکل داشتیم و این قیمت یعنی به این شکل، یعنی قیمت رو نمایش نمیداد. چند تا پلاگین نصب کردم ولی خب نتونستم مشکل حلش کنم و رفتم سراغ چت جی پی تی و یه سری کد نوشتم. البته قبلش برای اینکه مشکل اصلی رو پیدا کنم اومدم یه سری مقایسه انجام دادم که ببینم این صفحه ها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. اگر صفحه دیجیکالا رو من براتون باز کنم، اینجا توی قسمت اسکیماش، پروداکت اسکیماش، اگر بیایم پایین یه قسمتی وجود داره به اسم آفرز. آره، اینجا میاد قیمت محصول رو بینویسه و میگه محصول موجوده یا نه. این برای دیجیکالا است. برای زومیتو اگر نشونتون بدم، باز پروداکت یکم بیایم پایین، اینجا قسمت آفر شده اگریگیت آفر که به این شکل اسکیما این بخش رو نوشته. برای تروب پروداکت، بعد دوباره اگریگیت آفر. برای تکنولایف پروداکت و آفرز. دقیقاً 2 تا سایت تکنولایف و دیجیکالا از آفرز استفاده کردن، از تایپ آفر. برای همین این مشکل نمایش قیمت رو توی سرپ دارن. من اومدم از چت جی پی تی پرسیدم که این دوتا چه تفاوتی با هم دیگه دارن و جوابی که بهم داده میگه اگریگیت آفر برای محصولاتیه که فروشندگان مختلفی داره و قیمت‌های مختلفی هم باید داشته باشه بابت اون محصولات، ولی آفر برای یک محصولیه که یک فروشنده‌ای داره و قیمت مشخصی هم داره. اینو شما وقتی تایپش آفر میذارین توی نتایج نشون داده نمیشه اون قیمته، ولی اگریگیت آفر که میزنین نمایش میده. و تو مرحله بعد حالا یه سری کد و اینا براش فرستادم از داکیومنت های خود و کامرس و اینا. در نهایت بهش گفتم که یه فانکشنی برام بنویس که بیاد فقط محصولات ساده رو این کد اسکیماش رو تغییر بده، که کد رو برام نوشت و تو این قسمت ببینید که بذار پیداش کنم. آره، اینجا توی قسمت آفرز تایپش رو گذاشته اگریگیت آفر و اینجا ما یک لو پرایس داریم و یک های پرایس که قیمت بالا و پایین این محصوله، یعنی کمترین قیمت و بیشترین قیمت و یه سری موارد دیگه هم که اینجا هست. اینو من به کجا اضافه کردم؟ رفتم توی قالب سایتم. حالا بعضی از قالب چایلد هم دارن و من اینو انتخاب کردم. توی فایل functions.php اومدم این فانکشنی که برام نوشته شده بود رو اینجا گذاشتم و به روز رسانی پرونده رو زدم و این کد، یعنی کد اسکیمای من تغییر کرد و تقریبا 2-3 ساعت بعدش نتایج رو که بررسی کردم، اون قیمت محصولات ما توی نتایج سرپ داشت نمایش داده میشد و همین. امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره. اگر شما این مشکل دارین حتما
اینو امتحان کنید. من کدش رو داخل کانال تلگرامم میذارم. اگر خب جواب گرفتین فیدبکش رو به من بدین، خوشحال میشم.